اگه آفتاب تو چشات خونه کنه، میتونه خورشیدو دیوونه کنه، میتونه خورشیدو دیوونه کنه، میتونه تو آینه اگه سلام به دوستای گلم. هوا سرد شده و بوی نون تازه تو خونه یه دنیا صفا داره. حالا بیایم با هم یه نون درست کنیم، اما نه یه نون معمولی، یه نون گوشتی مقوی. با یه 3 تا پیمونه آرد شروع میکنیم. میریزیم تو کاسه، روش یه ذره نمک میزنیم. خمیر مایمون هم که قبلا عمل آوردیم بهش اضافه میکنیم، مخلوطش میکنیم و شروع میکنیم آب ولرم بهش اضافه کردن تا جایی که خمیرمون جمع بشه و لطیف. میذاریم 1 ساعت استراحت کنه. بعد از 1 ساعت که استراحت کرد، خمیر کاملا آماده است. اینجوری میشه، نگاه کن. تا خوشگله. حالا میایم توی کاسه گوشت، دنبه، جعفری و پیاز رو که ریز خورد کردیم با هم مخلوط میکنیم. روشون ادویه میزنیم. بعد این مخلوط رو به خمیر اضافه میکنیم. خوب با خمیر ورزش میدیم. یه 10 دقیقه میذاریم که مواد به خورد خمیر بعد از اینکه خمیرمون طعم مواد رو به خودش گرفت، میایم یه سینی رو میاریم آرد پاشی میکنیم. بعد شروع میکنیم به چونه گیری. چون که این خمیر خیلی چسبنده است، پس باید چونه گیریمون رو با آرد انجام بدیم. چونه ها به اندازه‌ای که خودتون دوست دارید میتونه باشه، نون کوچیک باشه یا بزرگ باشه، دیگه دست خودتونه. اینجوری با آرد ما چونه گیری میکنیم. بعدش میایم چونه ها رو باید با آرد باز کنیم، داخل آرد بازش کنیم تا یه نون قشنگ به دست بیاریم. بعدش نونمون رو با استفاده از ساج میپزیم. ساج رو برای پخت نون استفاده میکنن. نداشته باشید میتونید از مایتابه داغ استفاده کنید. این خوشمزه آماده شد و کنار چای طعم بهش میده. نوش جانتون.